داعی اگر تند باشه، خشن باشه، فقط بگه تو کافر میشی، تو کافری، تو مبتدعی، تو گمراهی، حکم بر مردم بده، مردم ازش فراری میشن. تا جایی که میتونه باید از الفاظ نرم استفاده بکنه. درسته که این فعل شرکه، ولی که تو حدیث براش بیاد. بگو رسول الله گفته ان التمائم والتولات الشرك، من ذبح لغیر الله فقد اشرک. بگو حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. برو این کتابو ببین. مستقیما نگو که این شرک تو مشرک میشی. خدا به موسی و هارون میگه فقول له قولا لینا. وقتی که به نزد فرعون میفرسته میگه حرف نرم باش بزنی، نرم. اصلا باید نرم باشه. رسول خداوند صلی الله علیه و سلم محمد رحمت بود برای امت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم بود. اگر ما رحم در دعوت نداشته باشیم، هدفمون نجات مردم نباشه، اون دعوت هست که نتیجه نمیده، ثمره نمیده. ما باید دلسوز باشیم. هدفمون از دعوت اینا که نجات پیدا بیابن، هدفمون که از بدعت نجاتشون بدیم. میتونیم بگیم این خلاف سنته، در سنت وارد نشده. لازم نیست مستقیما بگیم تو این کاری که انجام میدی این بدعت. کاری نکنیم که با اون کارمون مردم متنفر بشن از ما و از دعوت و از دین و دینداری. نر باید باشیم در گفتارمون. میتونیم همون لفظ بدعت رو بگیم خلاف سنته، در سنت وارد نشده، همون معناست. مهم اینه که تو هشدارتو بدی این کار انجام نشه، نه اینکه باید تو بگی نه این کارت بدعته، باید قانع بشه که این بدعته، مناظره و نمیدونم فلان راه بیاندازه که نه باید قانع بشه بدعته. نه، هدایت دست من و تو نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خداست که هدایت میده. هدایت قلبها دست من و شما نیست. ما باید با مردم رفیق باشیم، رحیم باشیم، همونطور که رسول الله صلی الله علیه و رؤوف بود با مردم. و بالمؤمنین، همونطور خدا میگه بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و رؤوف و مهربان بود، رحیم بود با مردم.